برای ایندوکاکوما خوراک تیار میکنم. برو حاضر من یاد از سرزمین مقدس، یاد از مکه مکرمه، از مدینه منوره، از خرماهای سرزمین مقدس، از بهترین آب روی زمین، آب زمزم یاد میکنم. من همون بابا هستم، فقط و حجت رقم قطعی میگم. اگر میگم گپی دروغ، یگم گپی شطاحی، یگم گپی یگم کس پس زدن، یگم گپی مثال بیان کس خصومت و بدبینی داشتن باشه نسبتی همون شخصیت، کامرای الله ما رو سیمت کسه. اویدی بابای خدا رحمتی حاجی عبدالرحمن گفتنی های دار مالکی اولی یگم کس بالای یوتیوب نبرورده. انشالله وقت شود البته من بالای یوتیوب میبرم. شورا جان یکی از شیربچه های وطن، یکی از انسان بهترین. شورا جان همچون یک فرزند، همچون یک برادر، همچون یک شاگرد، بعضی وقتا همچون یک استاد من شورا جان قبول دارم. شما اگر بخواید که حاجی عمره بروین، من بروین بالای اکران نمبر واتساپ شون است، واتساپ یاد زنگ زنین، نصیحت کنین و با حاجی عمره برین. سلام و درود به پایان با بیننده های گرامی قدرم. خب یک سخنی تاجیکانه است که هر سحر میخیزم و داستی کجم بر ارکنم. اوز با شما آدمای سخنگو، آدمای شاعر، آدمایی که خب خواندگی هستین، شعر بسیار خوب میگین. یکی من ویدیوی بابگی میکنم. خب ویدیو بابگی میکنم. این همی حال حاضر چیکار کردم اینا من خیلی مایده کردم. من علف یونشکا چیکار میکنم؟ برای ایندوکاکوما خوراک تیار میکنم. البته حاضر ما ایندوک آوردیم از نوحیه فرخار، از یک ایندوک پروری مشهور. خب مردم سربلندی تاجیکستانی عزیزم یک سخنی خوبه دارن، میگن که از آدمی بیکار خدا بزار. سین سالی ما به نفقه رسیدگی، من نفقه گیر هستم، لیکن باز کار میتونم بکنم. اگر من کار نکنم تمام اعضای بدن من خواب میبره. وقتی که کار میکنم من اعضای بدنم فوی میشه، عرق میکنم و خود من نقص حس میکنم. خب مهنت شرف است، باید همه ما مهنت کنیم. مهنت میکنی به یک جای میرسی. من تمامی کار و زندگی را، تمامی بیزنس ها را من کردگیم. چه ایندوک پروری، چه زنبور اصل پروری، چه زنبور پروری، چه درخت پاولونیا، کریمای کالیفرنیا، لبای کار بسیارش اشکالم برامدگی من کردگیم. ماهی پروری، بقا پروری کردگیم و امروز تصمیم گرفته که باز ایندوک پروری کنیم. باید ما یک کار کنیم، یک فعالیت کنیم، یک درسی زندگی بیاموزیم، یک مهنت حلال. یگم کاری فریب و دروغ نیست. من در سوهای خودم مهنت حلال میکنم. برادرو حاضر من یاد از سرزمین مقدس، یاد از مکه مکرمه، از مدینه منوره، از خرماهای سرزمین مقدس، از بهترین آب روی زمین، آب زمزم یاد میکنم. خب کسانی که بسیار حج رفتنی، با شما باز هم گشته و برگشته میگم، پیش از حج رفتن اول همو قوم قطعی، اول همو یار و برادر قطعی، اول همو شناسا قطعی، اول همو آدمایی که داد و گرفت داشتن همو قطعی برین بگین که ما سفر حج داریم. مبادا که یگم قرضی که فراموش شده باشه و آدم ترا که گپ زد
تو نرویشی نکن، تو نرویشی نکن، تو بشی الله شاهده قرض او را اول رسشاد کن، بعد دعا بگی، بعد سفر حج کن، عزم سفر کن. برای که اولی برای تیما ما برگشته برای شما سخن میگم. خب به همگان معلومه که کسی که دوستدار بابا هست، کسی که ویدیوی مرا پیگیری میکند، کسی که حق نامی خداست، حق میخواه بفهمه، این کانال بابا هست، من همو بابا هستم. فقط تو حجت رقم قطعی میگم. اگر میگم گپی دروغ، یگم گپی شتاهی، یگم گپی یگم کس پس زدن، یگم گپی مثال بیان کس خصومت و بدبینی داشتن باشه نسبتی همو شخصیت، کامرای الله ما رو سیمت کسه. برای همین 3 ماه در سفر حج بودیم. خب شرکت قاری فروخ مرا خب با همراهی رحمتی حاجی بابای عبدالرحمن و خودی من 3 ماه در همونجا بودم. اویدی بابای خدا رحمتی حاجی عبدالرحمن گفتنی های دارمالکی اولی یگم کس بالا یوتیوب نبرآورده. انشالله وقت شود البته من بالای یوتیوب میبرم، بالای نوار میبرم. و من برای چی بسیار میگن که بابا نوارات کمه از همین یوتیوب شما، همین شبکه‌های اینترنتی شما به من یگم فایده نیسته، یگم فایده نیسته. برای که من نه ایو منیزت سبب پول سیمت کردم میتونم، نه ویا من سریسوشو گرفتم میتونم، نه اینترس دارم برای منیزت یوتیوب، برای پول کردن یوتیوب. من آیا 64 سال عمر دیدم، آیا من پولی به مهنت میذارم برای گبدنی من پول گرفتگیم؟ این خیلی نیسته. شما با من تنها و ملامت نکنه که شما مثال انا پولی یوتیوب مزه داده، پولی یوتیوب پولی به درد میان، نامحقل 100 بار کردین. و آدم میگن میگن من مهنت میکنم، پول کار میکنم. همون یوتیوب و پوتوب و شما نمیدونم چی گپ چی خبره. خب برادران چی گفتنی هستم؟ گفتنی هستم که همه ما میخوایم که اولی مثال طواف خانه خدا میکنیم، حج الوداع میکنیم و مثال میگردیم آخران دعا را میکنیم که مثال ما در سرزمین مقدس وای کردیم، این قدر مثال طواف کردیم، مثال حج عمره کردیم یا که حج فرضی کردیم، حتی از همونجا ناآمده با یاد میکنیم که ما با همونجا رویم. البته همه یاد میکنه که بریم با سرزمین مقدس وای کنیم، زیارت کنیم. خودی مرم حاضر مرم یاد میکنم سرزمین مقدس ایواز سرشوی نداره. کی آبی زمزم سر میشه؟ کی آبی زمزم سر میشه؟ کی از اون سرزمین مقدسی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلام شاید که پاش ماندگی بود، بعدی پای ما پامون میمونیم، شاید که دستش ماندگی بود اونجا دستش مونیم، ما دستمون میمونیم. ما امتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلام و پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلام و ما سنت های او را به جا میبریم و دوستداری وی هستیم. کی نمیفروش؟ ما البته را میفرمام که هر روز هر لحظه در اونجا باشیم. اگر شما حج عمره رفتنی باشه، خب بهترین راه بلد قاری فروخ است. گسینس‌های نزدیک، خوراک‌های بامزه، همه وقت در نظارت هستیم که قاری فروخ میگه که ما چیکار کردیم، چجوری مثال وای رفتیم کدوم رکن‌هاش اجرا کردیم نکردیم. بغیر این قاری فروخ رهبلادا داره، هم رهبلادای زنکی و هم مردکی داره، هم رهبلادای خب دکترها داره، دکترهای زنکی و مردکی داره، بهترین شرایطا داره. از همون گسینسایی که مثال قاری فروخ حاجی‌ها را جا میکنه، میتونیم که پیاده بریم بیاییم، اتوبوس جداد نکنیم. خب در اینجا حال حاضر با من شورا جان یکی از شیربچه‌های وطن، یکی از انسان بهترین شورا جان، اما همچون یک فرزند، همچون یک برادر، همچون یک شاگرد، بعضی وقتا همچون یک استاد من شورا جان قبول دارم. شما اگر بخواید که حج عمره بروین، من برویم بالا اکران نمبر واتساپ شون است، واتساپ یاد زنگ زنین، نصیحت کنین و به حج عمره برین. من توصیه بابا این همیه، برای که من اینها رو نقض میدم. شورا چند سال شد قدیما با همراه ما بسیار گپی حقگوی، حق میگه، شوخه، بیقراره، ملا را هست هم شورا.
قرآن میگیره نمیخواد غرس میخونه. اینم شورا جون برای همین چی گفتنی هستم باید دیلمون بکینه باشه. امروز هستیم پگان هستیم. شما را باز هم میگم که اگر خواهش حج رفتن داشته باشین من این نمرود زنگ زنین. شهرت نورآبادی